ببینید بعد از امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خیلی آمدن فقها، خیلی آمدن شخصیت ها و رجال علمی، ولی جرأت نکردن که پا تو کفش امام ابو حنیفه بکنن، چون امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه این فقاهتش تنها از طریق خوندن کتاب حاصل نشده بود، تنها علم سطور نبود، علم صدور هم بود، تقوای درون هم بود. ابو حنیفه کسیه که به هر حال تقواش رو و اون روحانیت درونش رو همه تسلیم میکنن، همه قبول دارن که یک شخصیتی بود که واقعا تهجدهای بنامی داشت، پرهیز از گناه خیلی مشهور بود در زمانه خودش و فقط نبود که چند تا کتاب خونده باشه از این طریق به یک فقاهت رسیده باشه، بلکه در کنار اینها الله تعالی بهش یه تقوای درونی داده بود که اون تقوا در حقیقت معلمش بود. برای همینه که بعد از گذر چندها قرن هنوز در سطح جهانی میبینیم که پیروان امام ابو حنیفه طبق اون اصول فقهی که ایشون تدوین کردن هنوز موجودن. خب خیلی آمدن خواستن تدوین فقه کنن، خواستن اجتهاد کنن، ولی خب دوام نیاورد، نتونست ماندگار بشه، اما الله تعالی این رو ماندگار کرد. بعد از آن یمشی سویا مستقیم، بعضی که انسان از اون ظن و گمان به یقین میرسه، اون موقع روحش دو تا بال پیدا میکنه، میتونه تو طریق مستقیم به حالت اعتدال حرکت بکنه، نه علی وجهه مکبا او سقیم، نه سرنگون نه ناقص و ناهنجار حرکت میکنه، بلکه راست و ایستاده و مستقیم با اعتدال، با دو پر بر میپرد چون جبرئیل، بی گمان و بی مگر، بی قال و قیل. سالک بعد از این که به اون علم حقیقی دست پیدا میکنه به یقین، مثل جبرئیل با دو تا بال آری از هر گونه تردید و گمان میتونه پرواز کنه. گر همه عالم بگویندش توی بر ره یزدانی و دین مستوی، او نگردد گرمتر از گفتشان، جان طاق او نگردد جفتشان. تمام عالم تاییدش بکنن، تمام عالم تشویق و در حقیقت اون رو تعریف بکنن، هیچی در دلش تأثیر نمیاد، یعنی برای او مدح و ذم یکی میشه. ببینید تو جیب من پوله، طلاست، حالا اگر یکی اینو باور کنه یا نکنه برای من برابره، من مطمئنم اینی که تو جیب من هست طلاست. حالا یه نفر بیاد بگه واقعا اینا طلاست، واقعا خوش به حالت، واقعا خیلی خوبه، واقعا اینا واقعا طلاست ها، هر چی او بگه من از اون اعتمادی که قبلا تو دلم بوده یه ذره بالاتر نمیره. و اگر یکی هم بیاد بگه نه اینا مثل، اینا تقلبیه، اینا علکیه، اینا اصلا طلا نیست، بازم برای من فرق این چیزی گفته، چون من میدونم اون اگر اینا رو طلا تایید کنه 100 نفر 200 نفر، اینا طلا عیارش نه بالاتر میره نه پایین تر، نه اینا طلای نابتر میشه و قیمتی تر میشه، نه. اتفاقا وقتی یکی تعریف کنه طلا طلا طلا، من نگران بیشتر میشم، تعریفم که بکنم من نگران بیشتر میشم. چرا؟ چون میگم نکنه این از کجا فهمیده من طلا دارم، نکنه دستبرد بزنه، نکنه این طلاهایی که من دارم این کل راپورتشو داره، کل خبر داره، اینا رو از کجا گرفتم، چطور گرفتم، برای من توطئه‌ای درست نکنه، اینا رو از چنگم نبره. اتفاقا اگر تعریف کنن ترسم بیشتر میشه، نه تنها خوشحالیم بیشتر نمیشه، نه تنها در حقیقت من از این گفته ها خوشحالتر نمیشم و پر در نمیارم، بلکه نگرانیم بیشتر میشه. همینطور عرفا و دوستان خدا چون یک گوهری از محبت و معرفت الله تعالی در دلشون هست، چون اونها یه چراغ سبزایی از جانب خدا دیدن، یه توفیقایی، یه نصرتهایی، یه مددهایی، یه کششهایی از جانب خدا رو تجربه کردن، حالا براشون فرق نمیکنه که آحاد و توده جامعه چی میگن بهشون.